یکی از چیزایی که حالا حقیر به خاطر روحیه‌ای که داشتم اکتفا نمی‌کردم هیچ وقت به کتاب. به بسیاری از خانقاه‌های کشور رفتم، 13 روز در کرمانشاه رفتم، با بزرگان از اقطاب هر سلسله، مثلا قطب سلسله یعنی نفر اول دنیا، قطب یعنی در انگلستان هم مرید داره، در کل ایران مریدشن، اقطاب به قطب‌های سلاسل مختلف سر دارم و با اونها نشستیم متعددی داشتم، ساعت‌ها نشستیم از جمله شب تا صبح به صحبت در حضور مریدانش. قطب سلسله خاکسار، قطب سلسله نعمت اللهی ذوالریاستینی و سلسله گنابادیه که در ویگفت گناباد بودن و الان در تهران هستند. با بزرگان هر سلسله نشستم که هم اعتقاداتشون کتابی دیدیم تو کتابا، هم اعتقاداتشون از دهان خودشون شنیدم. یعنی یکیه، دوتا نیست، همین حرفا از خودشون شنیدیم و با مولیدانشون هم نشستیم. بسیار دوستانی داشتیم که در دام اونها افتاده بودن. یکی از حرفای اونها اینه که مخالفت با شریعت که میکنن، میگه آقا چرا این کار میکنی؟ میگه از حیث طریقت اشکال نداره، در طریقت اینجوره، بله در شریعت مخالفه، این در شریعت منع شده ولی در طریقت جایز است. یعنی چی؟ ما نمیفهمیم. شریعت و طریقت دو چیز، بله آقا دو چیزه، طریقت یه چیز دیگه است. پیغمبر فرمود، بعد این حدیث هم میخونن حالا با سوالاشون و الا بی سوالاشون حدیث هم بلد نیستن. این حدیثی که منسوب به پیغمبر است در اوالی اللعالی مرحوم ابن ابی جمهور احصایی که از مدارک بهاره، حدیث نبوی هست، از نظر علما اعتبارش خیلی پایین، اعتبار نداره، ولی حالا ما سلمنا اعتبارش هم قبول کنیم، ولی ربطی به حرف اینا نداره. مثلا چرند استدلال به این حرف، به این حدیث ارتباطی نداره، این گول زننده است که پیغمبر فرمود از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی. شریعت اقوال منه و طریقت افعال منه و حقیقت احوال منه، حالات منه. حقیقت رو گذاشتن عقاید، طریقت رو گذاشتن اخلاق و شریعت رو گذاشتن احکام فقهی، همین توضیح مسائل. خب این چی؟ پیغمبر گفتارش با کردارش مگه دو تا بود؟ نمیگه از شریعت و اقوالی، پیغمبر کنم شریعت اقوال منه، طریقت چیه؟ و طریقت و افعالی، فعل پیغمبر، عمل پیغمبر با قولش دو تا بود. اتفاقا در حدیث صحیح که من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، چون کذاب از عالم جاهله، کسی که فعلش قولش تصدیق نکنه، من قولم شما میگم دروغ نگی، عملا دروغ بگم. قول و فعل پیغمبر باید مصدق هم دیگه باشه. شما رو میگم چرا فلان میگه، چرا موسیقی اینجا بذارید، چرا تار دنبل بدین، چرا سماع داره صوفیه میرقصه، سماع مجلس سماع، این در کجایه؟ میگیم در طریقت. بله در شریعت منع شده، ولی در طریقت کدام طریقت؟ مگه نبود این که طریقت باید افعال ائمه باشه؟ افعال پیغمبر در کدام فعل پیغمبر و امام هم چه چیزی بود؟ برای شیرمالی مردم الفاظی رو درست کردن. حالا شریعت، شرع یعنی راه، شریعت یعنی منهاج، راه، ولذا عربا به خیابون میگن شارع. پس شریعت یعنی طریقی که همون طریقت هم شریعت، طریقت یعنی راه، شریعت یعنی راه. از این جاده میری به سمت خداوند متعال، میری به سمت مقصدی که از تو خواستن. خب اینا برای این که قرآن و حدیث رو از اعتبار بندازن، هرچی آیه قرآن و هرچی فرمایش ائمه است میگن اینا در شریعته، اینا پوسته، اینا شریعت است، شریعت پوسته. ما در طریقت کارهای دیگه میکنیم که مخالف شریعت، بله، ولی در شریعت منع شده. ولذا کسی که به اینا میگه کارتون خلافه، میگن شما قشری هستید، از پوست که شریعت هنوز نگذشتید. اینا از پوست پاره کردن رسیدن به طریقت، دیدن اونجا خلاف این شریعته. عجب. مولوی رسما در مقدمه دفتر ششم مثنوی این علیه ما علیه این مثال میزنه.
خوب دقت کن. عبارتی داره مولاهم، مولای ما که نیست، مولانا نمیگه، اونا میگن مولانا، ما میگیم مولاهم، مولای اونا. مولوی میگه که اذا ظهرت الحقایق بطلت الشرایع. خطبه، میدونی که دفتر اول، دفتر دوم، در هر دفتری، در مثنوی دفتر اول، دفتر دوم، دفتر سوم، هر خطبه مختص خودشه داره. یه خطبه عربی میگه قبلش. در خطبه اون دفتر ششم ظاهرا هست، میگه که اذا ظهرت الحقایق بطلت الشرایع. موقعی که حقیقت ظاهر شد شریعت باطل میشه. یک اتفاقا توجیه کنن، اما تفسیر به ما لایرزان صاحبو که نمیشه تو تفسیر کنی کلام کسی که خودش راضی نیست، خودش میگه من منظورم اینه، تو چرا توجیه میکنی چیزی که خودش قبول نداره؟ خودش چی توضیح میده؟ دو تا مثال میزنه، دو تا مثال برای هر آدم خرفهمی کفایت بکنه. مثال اول میگه شریعت داریم و طریقت داریم و حقیقت، سه مرحله داریم. میگه شریعت به منزله نسخه پزشک. شما مریض میشین میشه دکتر، پزشک به شما نسخه میگه این داروها رو تهیه کن بخور، این چیزا رو هم پرهیز بهت میدم، اینا رو نخور، چربی نخور، فلان نخور، سرخوردنی نخور. نسخه. میگه نسخه میشه شریعت، دستور. این نسخه رو عمل نکنی به درد میخوره؟ نباید این عمل میبری داروها رو بخری، بعضی داروهای ترکیبیه، گلگاوزون بخری، فلان بخری، اینا رو با هم ترکیب کنی، جوشونده، این دو قاشق اینجوری بکنی، دستورالعمل داره. میگه موقعی که اینا رو رفتی عمل کردی، یعنی این دارو رو رفتی خوردی، این گفتن 12 ساعت اینو مصرف کردی، خوردی، طریقته، یعنی نسخه رو استعمال کردی. خب بعد از اینکه این دارو رو خوردی چه اتفاقی میفته؟ بعد خوب میشی، مریضی رفع میشه، صحت پیدا میکنی. بعد از اینکه صحت پیدا کردی، این صحت و سلامتی مقصود این دارو که به عمل آمد، این حقیقته. میگه حالا که این حقیقت حاصل شد، آیا جایزه دوباره دارو بخوری؟ آدمی که سالم شد دوباره دارو میخوره؟ دیوونه است که دارو بخوره. شریعت و طریقت مقدمه بود برای رسیدن به وصول به حقیقت. دیگه نه نیاز به نسخه است، نه نیاز به داروست. چرا که به صحت و سلامتی رسیدی میذاری کنار، میذاری دور. ولذا شریعت برای مبتدیه، برای سالکی که ابتدای سلوکه، باید نماز بکنه، روزه بگیره، بعد به مقامی میرسه که وقتی که رسید واصل شد، او رو چه احتیاج؟ آدم سالم دوباره به دارو نیاز داره؟ نباید این کار بکنه. این مثال من میگم؟ نه، مولاهم در مثنوی گفته، آقای مولوی گفته این شریعت یعنی نسخه، استعمال دارو میشه طریقت، حقیقت هم میشه صحت و شفا یافتن. و اذا ظهرت الحقایق، هنگامی که ظاهر شد حقیقت ها، بطلت الشرایع، شریعت که نسخه است میگه باطل، نیاز نیست، بذاریم کنار. میگم مثال دوم، این مثال دوم من میگم نه، او میگه باز به مغز او رسیده. میگه مثال دومی میزنم، شریعت مانند نسخه کیمیاست. علم کیمیا این است که یک ماده‌ای در شیمی درست میکنن، شیمیایی میزنن به مس، طلا میشه. نسخه کیمیایی پیدا میکنی، این نسخه میگه این رو با این مخلوط میکنی، یک اکسیری به دست میاد که این رو بزنی به مس، طلا میشه. میگه نسخه میشه شریعت. حالا نسخه علم کیمیا داشتی، کیمیاگر نیستی که طلا نشده باشد که زین عمل کنی بهش. میگه این نسخه رو به عمل بیاری بزنی به این مس، درست کنی اون اکسیر رو بزنی به مس، این میشه طریقت. بعد از این که زدی بعد طلا میشه.
نتیجه و محصول علم کیمیا چیه؟ ضربش اون بعد از این که اون طلا شد اون میشه حقیقت. همه این دوتا مقدمه نسخه استعمال اون ماده شیمیایی به تاثیر اکسیر خالی میخوام چیکار؟ اکسیر که ارزش نداره. اکسیر برای اینه که من طلا هستم، اون میشه طلا، این جام من میشه طلا. حالا که میگه این طلا شد دیگه نیاز به اکسیر هست؟ میگه ببین که همه اینا برای رسیدن به اون حقیقته، اونا مقدمه است.